جناب امیری صاحب، تنش‌ها میان هند و پاکستان در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته است. این تنش‌ها از کجا آغاز شده؟ واکنش‌های جهانی به این تنش‌ها تا حال چی بوده است؟ پیشینه تاریخی تنش‌ها میان دو کشور از کجا آغاز می شود؟ وضعیت فعلی دو کشور از لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی چگونه است؟ آیا جنگ تمام عیار خواهیم داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. میشه که در مورد تنش‌ها میان هند و پاکستان که تنش‌ها چه وقت افزایش یافت معلوماتی ارائه کنم که تنش‌ها در زمانی صورت گرفت که 26 گردشگر هندی در کشمیر توسط گروه افراد ناشناس به قتل رسید و دولت هند ادعا کرد که این عملکرد توسط گروهی انجام شده است که توسط دولت پاکستان حمایت میشه و به این عنوان نخست وزیر هند نریندرا مودی گفت که تروریست ها در هر کجایی که باشند ما وارد دنبال میکنیم، تعقیب میکنیم و از بین میبریم. و همچنان در این قضیه دولت پاکستان کاملا گفته های دولت هند نسبت به قضیه پاکستان رد کرد. گفت که پاکستان در این قضیه هیچ مداخله نداره و خواستار شد که باید یک هیئت بیطرف قضیه را بررسی کنه و ببینه که این مشکلات در کجا است که در اون برایت حاصل کنن. و از طرف دیگر دولت هند تهدید کرد که مایلی سند و تقسیم رودخانه که از 30 رودخانه که به طرف پاکستان میه به او را ملغا کرده و دیگر نمیگذاره که ها به پاکستان بره. و از طرف دیگر هم دولت پاکستان در این واکنش گفت که اگر دولت هند ها به پاکستان نگذاره که طرف پاکستان بیا سدسازی بکنه، دولت پاکستان با قاطعیت جواب خواهد داد و نیروهایش نظامیش در حال آماده باش کرد. در عموم تنش‌ها هر از گاهی در مرز بین هند و پاکستان جریان داشته و این مشکلات گاهی ما در هر سالی میبینیم که مشکلات بوده و بعض وقتی مشکلات در با تیراندازی دو طرف مرزبانان اما رو زود قضیه پایان پیدا میکنه و بعض وقتی تنش‌ها بیشتر و گسترده‌تر می شود. در این قضیه ما وزیر اطلاعات پاکستان اخیراً یک اعلامیه داشته 2 روزی که گذشت، گفته بود که امکان داره که در عنقریب یا 2-3 روز دیگر دولت هند حملاتی بر پاکستان داشته باشه و در ضمن رو از نیروهای نظامی خواست که آماده باشند. همچنین وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که هر زمانی که بقای پاکستان در خطر باشد و تهدید هسته‌ای کرد. این اولین باری نیست که این دو کشور هسته‌ای با هم روبرو میشن و تهدید هسته‌ای یکدیگر را میکنن. در گذشته هم تقریبا 3 جنگ و 4 جنگ حداقل جنگ رسمی در بین هزیا صورت گرفته بود و دیگر 3-4 تنش‌های مرزی هم هند پاکستان داشتند. و در این قضیه ما واکنش‌های بین‌المللی هم داشتیم که روسیه، چین، فرانسه، آمریکا و سازمان ملل اعلام کردند که باید دو طرف خویشتن‌داری کنند و به جای تنش‌ها و به جای درگیری‌های نظامی باید برن به طرف مذاکره و صلح و این مشکلاتشون از طریق مذاکرات و گفتگو حل بسازند. یک قضیه دیگه که ما باید از اون کمی راجع به او بریم یک واکاوی کنیم، قضیه تاریخی است یا پیشینی همین تنش‌ها در
بین دو کشور که از کجا صورت گرفته. در قضیه تنش‌ها که ما بریم در عموم مثل که در گذشته گفتم و تقریبا 4 جنگ رسمی در بین پاکستان و هند انجام شده که در سال 1947 1965 و 1971 که جدایی بنگلادش شد و در سال 1999 این 4 جنگ‌های رسمی است که بین پاکستان و هند صورت گرفته و بعض دیگر تنش‌های دیگر هم 3-4 تنش مرزی دیگر هم مثل تنشی که فعلا است در پاکستان انجام گرفته. این تنش‌ها زمانی اگر بگیم زمانی صورت گرفت که از بعد و تأسیس دو کشوری به نام هند و پاکستان این مشکلات و تنش‌ها پیدا شد و این مشکلات زمانی که پاکستان و هند از هم دیگر جدا شدن، یک قسمت شمال که کشمیر بود، کشمیر یک ایالت خودمختار بود و او به حالت خود گذاشته شد و او توسط یک فرماندار سک بود و فرمانداری میشد و در تقسیم پاکستان هند بیطرف بود و یک ایالت خودمختار بود. ولی این قضیه آهسته آهسته همی ایالت کشمیر شد، یک مدتی به این صورت بود. ولی یک سال از جدایی هند پاکستان گذشت که تعدادی از عساکر پاکستانی ارتش پاکستان بگویم و قسمتی از کشمیر درگیری داشتند و میخواستند که یک قسمت از اما کشمیر، چون تعداد زیاد مسلمانان در کشمیر زندگی میکنند، او را جزئی از خاک پاکستان قلمداد میکنند و از طرف دیگر هم نیروهای هندی مداخله کردند و یک جنگ تمام عیار در سال 1965 بین هند و پاکستان انجام شد که بالاخره به اساس توافق تاشکند توافق انجام شد که باید در این قضیه سازمان ملل متحد مداخله داشت. و اساس از او توافقی که سازمان ملل متحد در او داشت یک خط کنترل بین پاکستان و هند در میان کشمیر ایجاد کردند که کشمیر به 2 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت که برمیگردد به هند که به نام منطقه جامو کشمیر است و یک منطقه برمیگرد بر پاکستان که منطقه به نام کشمیر آزاد است. و از او زمان هم بعضی گروه های جدایی طلب در کشمیر همیشه گاهی عملاتی هم طرف کشمیر تحت تسلط هند داشتیم، هم تحت تسلط پاکستان همیشه خواستار یک کشمیر آزاد بودیم. و از یک جهت پاکستان همیشه تلاش میکنه که باید یک ریفراندوم در کشمیر ایجاد شود که کشمیر یا ملت کشمیر بتونن خودشان سرنوشت خود انتخاب کنن که به کدام طرف میرن. چون پاکستان بر این باور است که تعداد زیاد مسلمان ها در کشمیر هستند، به اساس ریفراندوم اینا میتونن که یا با پاکستان ملحق شوند و یا یک سرزمین جداگانه که تحت حکومت مسلمان باشه او را ایجاد کنند. و از طرف دیگر هم هند همیشه تاکید بر آن داره کشمیر را جز خاک خود قلمداد میکنه و حتی مایده‌ای که توافقنامه‌ای که کشمیر به اساس یک ایالت خودمختار میخواند او را در سال 2019 ملغا کرد و کشمیر جزئی از خاک هند قلمداد میکنه و ایالت خودمختاری هند هم کشمیر هم از بین برد. در عموم این قضایایی که من برشمردم برمیگرده بر قضیه کشمیر و پیشینه تاریخی کشمیر و مناقشه یا تنش‌هایی که پاکستان و هند با هم دارند. و یکی سوال دیگری که آیا این تنش‌ها وضعیت فعلی دو کشور در چگونه است؟ میشه وضعیت فعلی دو کشور ما اگر از بود وضعیت امنیتی فکر کنیم، هر کدام از ایران در دو محور، که محور داخلی یا که محور بیرونی بحث کنیم، پاکستان کشوری است که با تهدیدات مختلف روبرو است
از یک طرف تهدیدات داخلی تحریک طالبان پاکستانی است که هر از گاهی بعض عملات در پاکستان انجام میتن و دولت پاکستان با چالش مواجه کرده. و دیگر جدای طلبای بلوچ هستند که اونم گاه عملات انجام میدن و خواستار آزادی یا بلوچستان هستند و میخوان که کشوری به نام بلوچستان و کشور جداگانه داشته باشند. و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی پاکستان هم وضعیت چندان مناسبی نیست. اقتصاد فرسوده داره و سطح بیکاری در پاکستان زیاد است و مردم از این مشکلات رنج میبرند. و در بود بخش سیاسی هم میشه که پاکستان تنش‌هایی دارد. در انتخاباتی که گذشت حزب انصاف و رهبری تحریک انصاف به رهبری عمران خان بعض تظاهرات برگزار کردن و خواستار انتخابات عادلانه و شدن و خواستار شدن که رهبرشان از زندان آزاد شود. گرچه در پارلمان پاکستان تعداد بیشتر از 100 کرسی را برنده شدن، اما بازم چون حزبشان جواز رسمی نداشت نتونستن که نخست وزیر انتخاب کنن و به عنوان کاندیدای مستقل هر کدامشان کاندید کرده بودن. و در قضیه وضعیت امنیتی هند که از وضعیت امنیتی هند نسبت به پاکستان نسبتا بهتر است، اما در بود داخلی چون دو دور میشه که یک حزب افراطی در هند راست افراطی سر قدرت است و تعداد زیادی از اقلیت‌ها به خصوص اقلیت‌های مسلمان در هند هم دچار مشکلات هستند و روز به روز هند از یک کشور دموکراسی بزرگ میگفتندش به طرف یک ایدئولوژی، یک حکومت ایدئولوژی که یهودی ایدئولوژی هندویزم پیش میره و ما میبینیم که بعض عملکردهای هندوها در هند دارن که سبب بعض مشکلات شده و بارها دیدیم که تظاهرات میلیونی در هند برگزار شد و تعداد مسلمان‌ها واکنش‌هایی داشتن در قبال مسلمان‌ها همیشه خواستار رویه عادلانه و از بین بردن تضادهای دوگانه در بین شهروندان هند شدن که سیاست‌هایی که حکومت هند در پیش گرفته. و از طرف دیگر در بود سیاست بیرونی هند با تنش با پاکستان هم داره، نه تنها تنش با پاکستان داره، تنش با چین هم داره. گزارش‌هایی در رسانه‌ها بعض اوقات درس میکنه که مرزبانان دو طرف بین چین و هند هم عملاتی دارن و یک منطقه تحت مناقشه در مرز بین دو قدرت بزرگ مثل چین و هند هم وجود داره. و هند هم نسبت بر پاکستان در وضعیت بهتر اقتصادی است، ولی بحرانایی که قبلا ما گفتم او بحرانا را داره. و یک قضیه دیگه هم است که مهاجرت‌هایی است که از بنگلادیش سرازیر شد و از میانمار به طرف هند آمد. مهاجرت‌ها هم بعض مشکلات در هند به بار آورده است. و اگر از لحاظ نظامی دو کشور مقایسه کنیم، تقریبا بودجه نظامی هند 81 میلیارد برآورد شده و از طرف دیگر هم بودجه نظامی پاکستان هم 11 میلیارد دلار است و این دو کشور هر دوش مجهز با سلاح هسته‌ای هستند، کلاهگاه هسته‌ای دارند که تعداد کلاهگاه هسته‌ای در عموم همسان است. گاهی گزارشات طوری مطرح میشه که پاکستان بیشتر داشته باشه، ولی در عموم تعداد کلاهگاه هسته‌ایشون همسان و همگون است. و در بود نیروهای هوایی هند و پاکستان هر دو نیروهای مجهزی دارند. ما میدانیم که هند جنگنده های رافایل فرانسوی را که با مدرن ترین جنگنده ها سو را در دسترس دارند و همچنان جنگنده های روسی را
که در اصراز دارن و از طرف دیگر پاکستان هم جنگنده های F-16 که مدرنترین جنگنده ها بعد از F-32 هست از آمریکایی را در اصراز دارن و از طرف دیگر هم جنگنده های چینایی است که به فناوری اطلاعاتی مجهز است، از او هم دارن و دفاع موشکی مجهز چینایی ها را پاکستانی ها دارن و از طرف دیگر هم هند هم دفاع موشکی S-400 روسیه را مجهز است و هر دوره که ما میبینیم از لحاظ نظامی کشورهای قدرتمندی هستند و همچنان در دریا اگر ما فکر کنیم کشتی‌های جنگی نو هواپیما بردار هر دو چی داره و هند دو تا داره و زیر دریایی و در عموم از لحاظ دریایی، از لحاظ هوایی و از لحاظ نیروی پیاده هر دو مجهز هستند، هر دو با سلاح پیشرفته مد روز و با فناوری اطلاعات مجهز هستند، گرچند که در بعض تعداد یا در نسبت بر پاکستان اما نیروی پیاده و بعضی سلاح بیشتر دارد. از طرف دیگر در منطقه بعضی همو شرکای دارن، هند رابطه نزدیکی با اسرائیل داره و ما میبینیم در تظاهرات هایی که در هند انجام شد و در بعضی کشورهای اروپایی انجام شد دیدیم که بیرق هند در کنار بیرق اسرائیل به اهتزاز میارن و رژیم و در قضیه غزه همیشه از رژیم اشغالگر صهیونیستی هند حمایت کرده و یا یک تفاهم یا یک توافق راهبردی با یک دیگر دارن و از طرف دیگر هم در قضیه تنش بین پاکستان و هند اسرائیل همیشه حمایتش از هند داشته. حتی در جنگ غزه گزارش ها حاکی از این است که بعض افراد هندو راست افراطی در جنگ غزه با حمایت از اسرائیل اشتراک کردین و اونجا با اشغالگرا کمک میکنن و در عموم غزات و از طرف دیگر هم گزارش ها در چند روز دیگر حاکی از اون بود که ترکیه هم تعداد از سلاحایی به پاکستان داده و گرچه که مقامات ترکیه قضیه را رد کردن ولی بعض تفاهم و بعض تبادل بعض خریداری اسلحه انجام شده. در عموم هر دو کشور میتونیم بگوییم که مجهزترین سلاح‌های در اختیار دارن و با تکنولوژی مدرس. و در محور بعدی اگر ما بحث کنیم که آیا جنگ تمام عیار در بین از دو کشور صورت میگیرد یا خیر، اگر ما گمان زنی داریم میکنیم اگر جنگ تمام عیار صورت بگیره چه عواقبی به بار میاره انجام با وجودی که همیشه قدرت‌های هسته‌ای هرچند که یکی دیگر را اخطار میتن و خواستار تهدید به یکی دیگر میشن ولی که از سلاح هسته‌ای استفاده میکنن ولی از سلاح هسته‌ایشون استفاده نمیکنن و تا بتونن یک بازدارندگی را در برابر یکی دیگر ایجاد کنن. ما در سال جنگ 1999 جنگی که کارگل جنگی که بین هند و پاکستان صورت گرفت هر دو مجهز با سلاح هسته‌ای بودن ولی از سلاح هسته‌ای استفاده نکردن. منطقه کارگل اول توسط ارتش پاکستان و منطقه تصرف شد، بعد از پاکستان و منطقه را گرفت اینجا مداخله کردن و یک درگیری تمام عیار در بین دو کشور انجام شد ولی هیچگاهی گرچه تهدیدات سلاح هسته‌ای یکدیگر کرده بودن ولی استفاده نکردن تا که دوباره او را بر اساس مذاکرات پس او منطقه کارگلی که در دسترس پاکستان بود او را از او عقب نشینی کنه و بتونن پس به مرزهای اصلیشان مرزهایی که در بینشان بود به او برگردن و جنگ در اونجا تمام شد. و اگر جنگ در بین دو جریان تمام اول خود جنگ نخواد انجام شود نظر به دلایل جنگ تمام عیار صورت میگیره چون هر دو کشور دارای سلاح هسته‌ای هستند. اگر جنگ صورت بگیره نه تنها که دو کشور اما بقایشان از بین میره و بقایشان و دچار یک آسیب جدی میشن و حتی به کشورهای منطقه جنگ هسته‌ای سرایت میکنه و مشکلات بسیار زیادی را به بار میاره
و جنگ هستوی فراتر از دو کشور میره، منطقه‌ای میشه، بالاخره جهانی. و کشورهای جهان هم نمیگذارن که چنین جنگ اتفاق بیفته و همیشه پیش از او هشدار دادیم، همیشه خواستار شدیم که باید جنگ ها یا درگیری ها توقف پیدا کنه. و در قضیه که آیا این جنگ چه تأثیری بر منطقه داره؟ بله، تأثیر هر جنگ در پیامدهای منفی بر کشورهای همسایه داره، به کشورهای منطقه داره، بر اون به کشورهای جهان داره، ولی تأثیر منفی جنگ بیشتر است. آنچه که قابل بحث است، پس از جنگ غزه، پس از اشغالگری اسرائیل، دنیا به دو جهت یا به دو قطب رو آورده. یکی طرفدار مردم فلسطین هستند، طرفدار حماس هستند، و یک گروه نفر دیگر طرفدار رژیم اشغالگر اسرائیل هستند. و تعداد زیاد مردم هم است که همیشه حمایت از مردم فلسطین، از کودکای فلسطین، از زنان فلسطین، از اشخاصی که در اونجا افراد ملکی هستند، امدادگرا هستند، خبرنگارا هستند، و از اینو حمایت کرده که همیشه دچار آسیب دیدیم. ولی ما هیچ وقتی نمیتونیم که فراتر بریم و هیچ وقتی نمیتونیم که از این دو زاویه که فعلا در دنیا وجود داره ما او را دورتر فکر کنیم. آمریکا با همپایمانانی که داره و اسرائیل و فعلا هند همیشه دنبال همو سلطه یا بقای خود هستند و دنبال تسلط و یا همو هژمونی در سطح منطقه، چی در سطح جهان هستند. اگر هند در جنوب آسیا و رژیم اشغالگر در غرب آسیا، آسیای میانه و آمریکا در سطح جهان این تلاش ها داره، ولی در قضایی رویدادهای مثل جنگ اوکراین، جنگ غزه، جایگاه و خروج از افغانستان، خروج آمریکا از افغانستان، این جایگاه آمریکا رو در حال تزلزل آورده و ما به طرف یک جهان از تک قطبی یا دو قطبی به طرف تک قطبی رفتیم و از طرف تک قطبی حالا به طرف چند قدرتی در جهان روان هستیم. شاید چند قدرت منطقه‌ای یا چند قدرت جهانی زور کنه به اون طرف ما روان هستیم و این تغییرات و یا این نظم بین المللی هر زمانی که در حالت یک وضعیت یا در حالت یک تغییر میشه یا یک وضعیت بر خود میگیره، بعض مشکلات به بار میاره، بعض جابجایی ها را، بعض تنش ها را، بعض درگیری ها را به وجود میاره. ما فکر کنیم در سطح اروپا فکر کنیم درگیری بین در قضیه اوکراین است که از یک طرف روسیه و متحدانش و از طرف دیگر اروپا و امریکا و متحدانش در درگیری هستند. آنچه که تانوس جریان داره، جنگ توقف نکرده و از طرف دیگر در غزه ما چنین رویداد میبینیم که همین رقم درگیری وجود داره و از طرف دیگر مذاکرات هسته‌ای را میبینیم که و از طرف دیگر حملات امریکا را میبینیم به صحرا و به یمن که درگیری معاملات شدیدی بر یمن داره و هنوز تا حال اون چیزی که باید بتونه به دست بیاره دستاورد نداشته. و حالا قضیه هند و هند هم از این وضعیت جهانی برش فرصت پیش آورده و کوشش میکنه که یک نتیجه مطلوبی بتونه به دست بیاره و چون فکر میکنه که پاکستان در حالت وضعیت اقتصادی نابسامانی است و وضعیت‌های مشکلات داخلی هم داره و میتونه که در این زمان یک امتیازگیری کنه و میتونه که یک تغییرات ژئوپلیتیکی را به بار بیاره. و این قضیه ما مختص میکنیم و انشاءالله که در تحلیل بعدی برمیگردیم پیرامون نظم جهانی و اتفاقاتی که داره در جهان میفته. السلام علیکم و رحمت الله.